سلام، من ایلیا شعبانی ام. قرار این مدیتیشن رو با هم انجام بدیم. برای حمایت از من لطفاً این مدیتیشن رو فقط آنلاین گوش بکنیم. ازت میخوام چشمات رو ببندی، یه نفس عمیق بکشی از بینی تا اون جایی که هوا به شکمت برسه. نفس رو کشیدی؟ اگه نکشیدی نفس رو بکش. یه نفس عمیق، ریهاتو پر کن، بعد بازدم. بذار ذهنت آروم بشه. با هر بازدم تصور کن تمام کاش این کارو کرده بودم و ای کاش اون حرف رو نزده بودم. این حرفا دارن از تنت خارج میشن. شونه هاتو بنداز پایین، فکت رو شل کن، بین دو ابروتو شل کن، رها کن اجزای صورتت. چشات رو زیاد منقبض نکن. تو الان اینجایی، نه توی اون روز قدیم، نه توی اون شب پشیمونی. همینجایی الان، فقط با نفس خودت. توی یک دشت بزرگ وایسادی. یه رودخونه آروم از وسط این دشت رد میشه و کنارش یه درخت تنهای قدیمی هست. توی زیر همون درخت نشستی. حالا یه برگ زرد که خشکیده میفته پایین. تو نگاش میکنی که از شاخه جدا شده، میفته روی آب، آروم با جریان ازت دور میشه. اون برگ یه بخشی از گذشته توه. یه روزی سرسبز و پرحیات بود. رو شاخه جا گرفته بود و به آسمون نگاه میکرد. اما حالا فصل افتادن بود. حالا افتاده روی آب و داره میره. تو داری بهش نگاه میکنی و تو دلت میگی کاش اون برگ هنوز روی شاخه بود. کاش اون موقع بیشتر ازش لذت برده بودم. حالا یه لحظه به خودت نگاه کن. تو کدومش هستی؟ اون درختی که هنوز زنده و ریشه داره، یا اون برگی که داره میره؟ الان تو انتخاب میکنی. خیلیاتون فکر میکنین همون درخته هستین، ولی ذهنتون مدام داره میره دنبال اون برگی که از دست رفته. هر روز صبح از خواب بیدار میشی و به جواب درخت زنده فقط به برگ رفته نگاه میکنی. بیا اینجا توی این لحظه یه کار خیلی ساده بکنی. به اون برگ روی آب بگو تو دیگه مال من نیستی. من تو رو رها میکنم. اون برگ از لحظه ای که از شاخه جدا شد دیگه مال تو نبود.
تو فقط باعث میشی بقیه برگ‌های درخت خشک‌تر بشن، چون تمرکز تو میدی به برگ نه درخت. وقتی هر روز داری به اون برگ رفته نگاه میکنی، حالا نگاه تو بیار بالا به شاخه های همون درخت. یه جوانه کوچیک داره از یه شاخه بین اون شاخه های زیاد سبز میشه. این جوانه الان تویی. این جوانه داره میگه من اینجام، الان زندم. اون برگ زرد برای درخت فقط یه خاطره است، ولی این جوانه که میشم من، همون زندگی واقعی. فکر کن به جای اینکه هر روز جلوی اون برگ زرد زجه بزنی، یه بار آبی بریزی به پای این جوونه. اون جوونه یعنی امروز تو. اون جوونه یعنی امروز تو، الان تو. یعنی اون کاری که الان میتونی بکنی، اون حرفی که الان میتونی بزنی، اون آدمی که الان میتونی باشی. حسرت گذشته فقط یه زندون راحت بی تکلفه. آدم همیشه توش میمونه چون هیچ خطری نداره، ولی درخت واقعی همیشه داره یه راه جدید سبز میکنه. پس به جای اینکه اون برگ زرد باشی، اجازه بده درختی باشی که هر لحظه داره شکوفه های تازه‌ای میده. چه زمانی که کنارش آب باشه، چه تو دشت باشه، چه تو جنگل باشه، چه همه برگاش بیفتن، میدونه که دوباره قرار شکوفه بزنه. کم کم از زیر اون درخت بلند شو. حس کن ریشه هات هنوز به زمین وصله و محکمه. تو از اون برگ رفته فقط یه چیزی لازم داری: یاد گرفتن این که چطور برگ‌های تازه رو نگه داری. و اون برگ تازه از همین الان شروع میشه، با همین نفس بعدی که میکشی. پس بیا یه حقیقت رو با هم توی ذهن خودمون بکاریم که گذشته یه در بسته است. من نمیتونم واردش بشم. هزاری هم که فکر بکنی دیگه نمیشه. پس دیگه پشتش نمیستم. من با اون چه که بود زندگی نمی کنم. من با اون چه که هست زندگی می کنم. هر حسرتی که رها کنم یه جای خالی برام باز میشه. یه شکوفه جدید، یه خاطره جدید، یه اتفاق جدید، یه نور خورشید جدید. هر حسرتی که رها کنم یه جای خالی برام باز میشه برای چیزای تازه. من به اون تصمیم گذشتم احترام میذارم، به تصمیمی که اون موقع درست ترین تصمیمی بود که میتونستم بگیرم. با اون توانایی ها، با اون طرز فکر، درست ترین تصمیم بود. خودتو سرزنش نکن، چون اون موقع اون آدم قبلی بهترین کاری که میتونسته رو کرده. آینده هم از اینجا شروع میشه، همینجا، نه از اون جایی که تموم شد.
من دیگه بدهکار گذشتم نیستم. من الان آزادم با شکوفه‌های جدید. ذهن من از این لحظه به بعد فقط روی الان که درخت داره شکوفه‌های جدیدی ایجاد میکنه با همین لحظه‌ام، فقط روی الان تمرکز داره، چون الان تنها جاییه که من واقعا توش زندگی میکنم. حیفه که خرابش کنم، حیفه به برگ هایی که از دست دادم فکر کنم. شکرگزاری میکنم به خاطر برگ هایی که الان دارم ایجاد میکنم، حتی بیشتر از قبل، زیباتر از قبل برگ درست میکنم. حالا حس کن دوباره بدنت روی همون جایی که نشستی میشناسی. سنگینی بدنت رو حس کن همین الان. این یعنی تو اینجایی، اینجا، در امروز. آگاهی این خاطره درخت که شکوفه هر روز داره ایجاد میکنه رو ببر به زندگیت. یه نفس عمیق بکش. به خودت بگو من دیگه به عقب نگاه نمی کنم. اون درخت رو یادت باشه هر وقت دوباره حسرت اومد سراغت، یادت بیاد که تو درختی که هنوز زنده ای، نه برگی که رفته. اون برگ رفته هیچ قدرتی نداره مگه اینکه خود تو بهش قدرت بدی. آروم انگشتای دستات، پاهات تکونشون بده. یه لبخند کوچیک به خودت بزن، چون تو امروز یه قدم بزرگ برداشتی. رها کردی. وقتی آماده بودی چشاتو باز کن و به این روز تازه سلام کن، به سلام جدید برای اتفاقای جدید، برگای جدید. مراقب خودت باش.